صحبت بکنم و همچنین در رابطه با اینکه واقعا فرهنگ مطالعه در چه حد است و چقدر کتاب‌هایی که وجود داره و چاپ میشه هر روز یا توسط کسانی که واقعا زحمت میکشن چقدر اینا به خوانش گرفته میشه و استفاده درست و مثبت ازشون میشه. حالا هم میریم سراغ مهمان ما. سلام بر شما دکتر صاحب، صبحتون بخیر. بسیار خوش. بله سلام و صبحتون بخیر. سلام، تشکر. بعد سلام ادب دارم خدمت شما و خدمت دوستایی که پشت صحنه ما را همراهی میکنه و همینطور تمام بیننده ها. آرزوی صحت و سلامتی دارم در این ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات عبادات رمضانی. بله. خب دکتر صاحب، اگر در رابطه با خود کتاب هایتان صحبت های داشته باشین، این که چی انگیزه خلق شده که کتاب ها را شما چاپ کنین؟ چون فعلا ما همیشه حتی در پانتون ها وجود داره که ما منابع خود را از کتاب های ایرانی میگیریم یا جاهای دیگه میگیریم، یعنی منابع کمتر هست در پانتون ها در هر جایی که باشه. و چقدر نقش خود مطالعه را شما ضروری میدونید در زندگی هر فرد؟ سلامت باشین. تشکر. به نحوی که یک زمان خودم محصل بودم، یک فاصله بسیار بزرگ در بین دواهایی که رایج است در بازار افغانستان و محصلینی که در دانشگاه ها در پانتون ها درس میخوانند با او چپترهای قدیمی. من فکر کردم که اینا بسیار خلای بزرگ است. وقتی که یک محصل فارغ میشه، کتابایی را مطالعه کرده که از چندین سالهای پیش است، بعد با ادویه جدید آشنایی نداره. بعد خواستم که یک پل ارتباطی بین دوایی که وجود داره در بازار و محصلی که تازه فارغ شده یک پل ایجاد شود که شناسایی پیدا کنه با ادویه جدید و مدرن آپدیت شدگی امروزی. انگیزه اساسیش همون بود که نوشتم. بعد وقتی که از طرف دوستا تشویق شدم، در ظرف 3-4 ماه تجدید چاپ شد، یعنی پرفروش بود چون نیاز بود. این چاپ چندم است؟ این چاپ چهارم در دست شما است. در دست شما چاپ چهارم است و متوجه شدم که خوب برای محصلین است با ادبیات کم دانشگاهی نوشته شده، یعنی مردم عام اکثرا نمیفهمند چی نوشته است. بعد به این شدم که برای مردم عام هم یک چیزی بنویسیم که اونا آگاهی پیدا کنه در مورد دوا. دقل دوا را که ما بسیار بی‌محابا میخوریم، بدون ترس میخوریم، همین دواها چی است دقل. بعد کتاب دواخانه رو نوشتم که مخاطبینش تمام کسایی که با دوا سر کار داره و مردم عام از اون میتونن استفاده کنن. بله بسیار عالی. و اینجا یک جمله بسیار خوبش نوشته است، گفته که خوشبختی بشر گره خورده است با کتاب و مطالعه، که همیشاری داشتین شما روی مطالعه که حتما مطالعه بکنه و حتما و اهدا بروان پدر مرحوم محمد حسین که همواره کمک به دیگران را واجبش میدانست و دیگران را به آن ترغیب میکردند. در رابطه با پدرتان اگر بگویید که چقدر واقعا شما را این انگیزه در وجود شما خلق کرد که شما بیشتر بر مردم خدمت بکنید و بازی که پدرتان داشت به او دسترسی پیدا کنید؟ تشکر. پدر مرحوم سالهای پیش، دورانی که شاید 14-15 سال پیش من نبودم، اونا از زندگی خلاصه زندگیشان تمام شده رفت از دنیا، به رحمت حق پیوست. ولی خاطراتی که از اونا دارم به همینطور زیاد کوشش میکرد که یک انسان مثبت باشیم، حداقل فایده ما که نمیرسه حداقل ضرر ما به انسان ها نرسه. به اون خاطر این را اهدا کردم برای پدرم. ولی در یک خط پایین‌تر از اون نوشته است که تقدیم به هم‌مسلکانیم که هنگام طبابت به تجارت نمی‌اندیشند. متاسفانه در جامعه‌ای که ما اکنون زندگی میکنیم، یعنی بدبینانه اگر زیاد نباشیم، صحبتان بدبینانه نباشه، اکثرا طبابت ما فعلا در افغانستان جنبه تجارتی رو به خود گرفته، یعنی جنبه اخلاقیش یک خورده کمرنگ شده که جای تاسف است. البته تنها طبابت نیست، در تمام عرصه‌های زندگی ما همین مشکلات داریم که اخلاقیات به نحو کنار رفته، تمام چیز ما مادی شده، فقط با پول خود میاندیشیم، به اون چیزایی که به نفع ما باشه به اون میاندیشیم. دیگه سوال شما بود درباره مطالعه. مطالعه ما اگر که بخوایم یک نمونه مثال بدیم، ما آرزو داریم، آرزوی زندگی کسای دیگه که مثلا کشورهای اروپایی را در نظر بگیریم یا کشورهای امریکایی را یا کشور استرالیا را، قاره دیگه، یا کشورهایی که به نحو زندگی بهتر از ما داره، اونا یک بخش عمده و بزرگ زندگیشان همین مطالعه احاطه کرده. یعنی اونا پی بردن به می اهمیت مطالعه. مطالعه چیزی است که به نظر من کتاب یک منبع بسیار بزرگ است که
در نسل گذشته هر آن چیزی مانده توسط کتابا در نسل آینده انتقال می‌یافته. یعنی اگر ما یک کتاب را بخوانیم، چه از لحاظ تاریخی باشه، اقتصادی باشه، فرهنگی باشه، در بخش ادبیه باشه، هر چیزی که باشه، مجموعی از اطلاعات را که یک انسان در طول زندگی خود خواسته او را بر نسل خود و به نسل آینده انتقال بده، همون معلومات است. یعنی بسیار پر اهمیت است، ولی متاسفانه در کشور ما اهمیت داده نمیشه. حتی اینکه کسی مطالعه میکنه میگه زیاد مطالعه نکن دیوانه میشه. دیوانه میشه. جای تاسف است. دکتر سپاس. خودتان گفتین واقعا مطالعه یک اصل بسیار مهم در زندگی هر فرد است. اگر ما کتاب‌های گوناگون مطالعه کنیم آگاه میشیم و همچنان که یعنی علمی که وجود داره نسل به نسل از طریق کتاب است که ما انتقال میدیم. دکتر صاحب اگر در رابطه به این اشاره داشته باشین، زمانی که یک طفل کلان میشه دوران متعلم میره خلاص میکنه و میخواد که آمادگی کنکور بگیره، در دوران از او مشورت‌های زیادی میشه، از جمله ای که باید رشته را انتخاب کنه که درآمد بیشتر داشته باشه. یعنی روی شوق علاقه خود فرد هیچ نمیاندیشنی که باید خود فرد چه شوق داره و چه علاقه داره. اگر واقعا ما در رشته که شوق علاقه داریم بخوانیم، پس ما میتونیم خلاقیت و ابتکار هم داشته باشیم. اما اگر واقعا به زور باشه روی درآمد تو فکر کنیم، پانتون هم جهنم بیش نخواد باشه برای زور فرد. و خانواده ها زیادترشون اکثریتشون کوشش میکنن که رشته طبابت میگه انتخاب کنین، چون اگر یک دکتر شوین میتونید درآمد خوبتری داشته باشین. پیامتون بر خود از فامیل ها چی است و خود فرد که تابع امر از اونها میشه و تابع گفته های از اونها میشه و رشته که خودش شوق علاقه داره انتخاب نمیکنه، فقط روی درآمد میاندیشه. بیام جای تاسف است که یک وضعیت فرهنگی ما این گونه است. یعنی طبابت یک مسلک است که زیادتر یک مسلک پردرآمد است، به این خاطر زیادتر فامیلا، در حالی که ما اگر در نظر بگیریم یک باغ را در نظر بگیریم، انواع درخت های میوه داره. اگر ما از درخت سیب انگور توقع کنیم که یعنی خلاف طبیعت ما رفتیم. این بسیار جای تاسف است، باید این گونه نشود. ولی فامیلا باید بدانند که هر درخت میوه خود داره، ثمر خود داره و خصوصیات و ویژگی های خود داره. هیچ فرد نمیتونه مانند فرد دیگه شود. او کسی را که ما در روی بر اثر فشار بخوایم دکتر شود، شاید یک دکتر ناکام باشه. اگر بخوایم که انجینیر شود، شاید یک انجینیر درست نباشه در جامعه. بعدا خود از اونم قول خودتان که رنگ میبره. ما اگر که اولاد خود دوست داریم، ما نباید از اونها نابغه بسازیم. هر آن چیزی که هست امور را کمک کنیم، تلاش کنیم، همراهی کنیم با اون، نه که بر از او راهنمایی کنیم که تو چنین چیزی را از قبل برش تعیین بکنیم. بسیار جای تاسف است، نمیشه. حالا مثلا یک کسی فوتبالیست است بسیار موفق، اگر او را بیاریم بگیم تو یک دکتر خوب شو، خود نمیشه. اگر یک دکتر خوب ببریم بگیم تو بیا فوتبالیست شو، خود نمیشه. جامعه است، یک افراد است، اینا علایق مختلف داره، سلیقه‌های مختلف داره، بعد دستاوردهای مختلف داره. هر کس به جایگاه خود درست و اساسی است. بله دقیقاً. و کتاب نام کتاب هم درمل پیژندن در افغانستان که مروج طبی درمل و معرفی. واقعا یک کتاب بسیار جامع و مکمل دواهایی که در افغانستان بیشتر مروج هست. از آنی که میبینن کتاب دست ما امید که خریداری بکنن، حتما از کتاب و در خانه حتما مطالعه داشته باشه، هم به زبان پشتو و هم به زبان فارسی. از آنی که به زبان فارسی هم خریداری میکنن میتونن و از آنی که به زبان پشتو بلد داره هم میتونن که این کتاب را خریداری بکنن و معلومات کافی را در رابطه با ادویجاتی که در افغانستان بیشتر مروج هست کسب بکنن. میشه بگوییم که به نظر شما دکتر صاحب در افغانستان بیشتر کدام دواها مروج هست و اگر خلاصی کتاب دانه بر ما بگوییم؟ بی کتاب خوب بر خود مشکل است که من خلاصه کنم، چون بسیار سخت است. یک مسئله که خلاصه نمیشه. یعنی شاید خیلی کمبودی ها داشته باشه. ما خودم کمبودیاش احساس میکنم. یعنی در آینده شاید بهتر شده باشه، بهتر با چیزای جدید ما روبرو شیم، چیزای جدید کشف میشه، در حال کشف شدن. خب اصلا انگیزه نوشتن هم همین چیزی بوده که یک چیز جدید را بیاریم به محصلین ارائه کنیم. دیگه به نظر من همین دواهایی که زیاد آنتی بیوتیک است مردم استفاده میکنه، زیادتر استفاده نامعقول هم میشه که اگر در روی ازیان صحبت کنیم که دواهای غیر معقول چطور استفاده شود، چی پیامدهای ناگوار بر انسان داره، از لحاظ اجتماعی داره، از لحاظ فرهنگی داره، حتی که سیستم طبابت ما صدمه میبینه. دیگه ما شاید نتونیم که امراض خود تداوی کنیم با این دواها اگر ما زیاد استفاده کنیم. امیر رمضان هم یک خوبیایش همیسته که از اضرار بد دوایی را میتونه که از بدن انسان
دور کنه. کسی روزه بگیره ولی یک از فوایدش هم میتونه باشه. یعنی کسانی که روزه میگیره بیشتر میتونه که واقعا ما صحتمندی رو با خود داشته باشه. و بعضی دکترها هستن، دکتر صاحبی که وقتی یک مریض پیش مراجعه میکنه میگه روزه نگیر و روزه شاید بتونه به صحت بیشتر مضر باشه. میشه اشاره داشته باشین که روزه گرفتن واقعا برای کسانی که مریض هست یک چیز خوب است یا که نباید روزه بگیره؟ خب مریضی ها به امراض فرق داره، یعنی نمیتونیم یک فتوا رو به تمام امراض بدیم که کسایی که مریض است ادویه نگیرن. با توجه به وضعیت مریض، با وضعیتی که یعنی بیمار چگونه است، وضعیت فیزیکی خودش و بیماریش چگونه است، دکتر خودش تصمیم میگیره و بسیار کار معقول است. هر آن چیزی که دکتر بگه همون درست است. ولی در کل ما سر به خود یا دوا بگیریم یا بگوییم که نه ما روز مثلا خود بعضی خود انسان ها مگه که متقی باشه، پرهیزگار باشن، یعنی از اثر سهلنگاری نباشه، روزه را بخورن خب به نفعشان است، خودشان میفهمه، هر کس طبیب بدن خود است. ولی زیادتر کسان میگه که من مریض هستم ولی خودش یک سهلنگاری است و همون فوایدی که روزه داره او را ما متاسفانه خود ما از دست میدیم. بهتر است که یک بحث داشته باشیم در مورد فواید روزه که روزه چه فایده میتونه داشته باشه. در طول ایام سال، در طول ماهای دیگه که ما روزه نمیگیریم، البته جامعه خود ما صحبت میکنیم، کسایی که در پایتخت زندگی میکنه و در برخی شهرهای بزرگ ما روزمره امی غذاهای آماده را میخوریم، مثل چپس، مثل بولانی، پکوره، نمیفهم چپلی کباب، چیزایی که در بازار هست. اینا بسیار خطرناک است خوردنش. حتی این که میگن که یک خوراک چپسی که در بازار پخته میشه این برابر به خوراک یک سال روغن یک انسان روغن در داخل دوست. وقتی که ما میخوریم روغن زود تجزیه نمیشه، در وجود ما میمونه، ذخیره میشه، بخصوص در کبد ما، در جگر بسیار باز توکسیک میشه، خطرناک میشه. رمضان یک خوبی که داره، یعنی بر علاوه معنویاتی که داره او بخشش باشه و کسایی که متخصص در این باره نظر بدن، فقط از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمی، از لحاظ طبی اگر ما عرض داشته باشم این است که وقتی که ما روزه میگیریم حدودا بعد از 7-8 ساعت که ما گرسنه میمانیم وجود ما شروع میکنه با اون ذخایری که در طول سال ما ذخیره کردیم ناخواسته ذخیره شده، او ذخیره ها را کم میسازه، یعنی بدن انسان دوباره آپدیت میشه. اگر کسی روزه نگیره، مثلا اگر ما از راه روزه نگرفتن در نظر بگیریم، کسایی که مریض است خوب بحثش علاجه، ولی کسی که روزه نمیگیره خود ازی ممکن است خود ازی یک از لحاظ ظاهری جوان باشه ولی از لحاظ درون بطن ازی جگرش ببینیم که 20 سال نسبت به عمر ازی زیادتر است عمرش. یعنی بدن انسان استهلاک میشه، اما تو انسان اساسا به طرف فرسودگی میبره، ولی در ظاهر شاید ما جوان باشیم. زیادی کسایی رو ما میبینیم که در ایام جوانی بسیار به اندکترین بیماری از بین میرن. او میتونه که یکی از اضرار دواها باشه، در کنار از همین غذاهای چربی را بخصوص چربی و شیرینی بسیار مضر است در بدن انسان. از اینا باید به حد استفاده کنیم که ضرورت داریم، ولی زیادتر استفاده میشه در کیک کلچه‌ای که ما میخوریم، در بازار ما مثلا از مواد قندی که استفاده میکنیم، از شربت هایی که در این بازار فروخته میشه، اینا یعنی کنترل نشده هستند که بگیر ما میخوریم، بسیار خطرناک برای ما ثابت میشه. رمضان یک اینمی فایده جسمی شمی است که وجود ما اونمو ذخایر خود به مصرف میرسانه و ما میتونیم برای یک سال آینده دیگه دوباره بازم تو بخوریم، یک گرچه نخوریم بهتر است. بله. خب دکتر در رابطه با خود دواهای استفاده دواهای خودسرانه که بعضی اشخاص یعنی هر کس دکتر خودش و هر کس متشخص شده که در رابطه با خودشان درد خود تشخیص میتن و میگن که مستقیم در دواخانه که میرن از این دوا بر از این بتن یا بر از این مریضی ما بتن، یعنی خودشان یک نوع دکتر خود و همچنانی که بدون مجوز دکتر همیشه دوا میخورن و این میتونه چقدر مضر باشه بر صحتشان و همچنان پیامدهای از در رابطه با یک صحبت‌های داشته باشه. بیام جای تاسف است که مردم ما می تو بار آمدن. ما البته کشور بعد از جنگ هستیم، از این مشکلات متعدد داریم در تمام سطوح زندگی خود. از لحاظ صحی هم این مشکلات داریم. دواهای خودسرانه بسیار تبعات جدی بد را میتونه در ما داشته باشه. مثلا میتونه که سبب مرگ ما شما ما نمیفهمیم که چی است. دواخانه مثل یک زهر فروشی وری است، ولی او کسی که برای ما میته از بین زهر به ما دوا انتخاب میکنه.
یا دکتر که میته یا فارماسیستی که دوا را توزیع میکنه اونا میفهمن که چی به درد ما میخوره، ولی ما اکثرا همینطور خودسرانه و چیز میخوریم که در خود ما زیاد ضرر داره، به سیستم صحی ما مردم بی باور میشه، میگه دوای افغانستان هیچ تاثیر نداره. خوی در حال است که خود او فرد گرفته در خود ظلم کرده، یعنی میتونه که مدت مریضی زیر طولانی بسازد، میتونه که کبدش از بین ببره، زیادتر دواهای ضد درد بخصوص پاراستامول مثل استامینوفین یا زیاد در جگر خیلی زیاد مضر است. این ما میخوریم بدون از اینکه ما در بدیهایش توجه کنیم. خوی رو نباید بخوره، مردم با خودشان باید توجه کنن. این کتابا به اون خاطر نوشته شده، حالا ما بازم به خاطر تبلیغ نشوم، کتاب دواخانه یک کتاب است که حداقل برای مردم یا ما خیلی زیاد راهنمایی میکنن، یعنی مجوز توزیع دوام نیست که حالا ما بگیریم برای سر به خود دکتر شویم. این فقط برای زمینه است که ما بفهمیم که چی میخوریم. حداقل عوارض جانبی که در دوا موجود است ما اکثرا نوشته کردیم، یعنی عوارض را در پای داره ولی نباید بخوریم تا ای که خیلی زیاد ضرورت باشه با ما. البته ما شاهد هستیم که در هر خانه یک کسی که زیاد کار میکنه خسته میشن یک دونه پاراستامول میخورن، میگه این تسکین درد است وجود مرا خوب میکنه، اما از اضرارش کس واقعا خبر نداره. خصوصا پاراستامول که بیشتر در کلینیکا رایگان هست، مردم رایگان میگیرن پول که مصرف کنه خوش زیاد نخورن، اما بعضی دواهایی که بدون پول دریافت میشه از اینا همونطور میخورن، مثل چیزایی که واقعا خوردنی باشه همیشه ما تا وقت غذا خوردن از اون میخوریم. دکتر صاحب شاید داشته باشید که این کتاب ها متعارضی برای افرادی که چی دوا فروش هستند در یک دواخانه کار میکنه یا که چی برای افرادی که در خانه هستند مطالعه چقدر ضرور میدانید که بخوانند و از عوارض جانبی و از فواید دواهایی که وجود داره بیشتر آگاهی پیدا بکنند؟ برای کسایی که مسلکی است، یعنی در سطح دواخانه کار میکنه، در سطح شهر ما در دواخانه کار میکنه، اینا خب آشنایی پیدا میکنه با دوای جدید. یعنی شاید همگی نیازمند به مطالعه نباشه از لحاظی که میگه ما میفهمیم، اما ما میبینیم که بعضی از دواخانه‌ای که وجود داره صاحب دواخانه حتما یک انجینیر شاید باشه، یک کسی باشه. بله، مسلکش بیخی خلاف دوا فروشی است. بله خب جای تاسف است، ولی مطالعه بکنه حداقل بفهمه که من چی رو میفروشم، که بسیار زیاد برشان کمک میکنه. کسایی که در ولایات زیادتر از بر ما تماس میگیرن که ما این دوا رو بتیم یا ندیم، این دوا رو بخوریم نخوریم، در حالی که خودشان دکتر هستن. یعنی ما کدام فخر فروشی ندارم سر از اونا که ما بگوییم اونا از ما پرسان میکنن، یعنی مشکلات هست که اونا حق داره پرسان کنه، ما حق داریم پرسان کنیم. اگر جامعه ما یک جامعه پرسشگر باشه، یعنی از آگاهان بپرسه، آگاها مجبور میشه مطالعه کنن. مثلا یک کسی که از تازه فارغ میشه از خیلی چیزا رو نمیفهمه، چیزی که در بازار رایج است او را کاملا نمیفهمه. اگر حساب درصدی بگیم شاید بیشتر از 50% نمیفهمه چی است. از او اگر که یک مریض پرسان کنه که این دوا چی است، او خودش مجبور میشه، او خودش خوب لحظه نمیفهمه، مجبور میشه به کتابا مراجعه کنه که برای سوار روز خود حداقل یک چیزی برای گفتن داشته باشن. برای از اونها خیلی زیاد ضروری است، یعنی کسایی که مسلکی است و تازه فارغ میشن و مردم عام که در پی کسب معلومات باشه، اگر بخواد بفهمه که دواهای طبی چی هست، اینا را که ما میخوریم یعنی چی عوارض داره. بعد یک بحث بسیار جالب در داخل اردوی از کتاب است، یکش خود ترجمه است، دوتاش بله به زبان دری است. یک بحث است به نام اینتراکشن دوایی، یعنی دو دانه دوا را همزمان ما اگه میخوریم اینا چی کار میکنن. این تمامش در اونجا نوشته است که این دوا را با این دوا هرگز نخوریم. زیادتر وقتا دکترها متوجه نمیشن، در خلاف از این قانون میتن، یعنی قانون است که در مقابل این دوا فلان دوا داده نشود، ولی دکتر در یک نسخه خود می نویسه. وقتی که کسی که در خانه کتاب داره او هر دو دوا را ببینه پلو در پلو کنار هم دیگه ببینه که در ضدیت یک دیگه قرار داره. حتی دکتر گفته میتونه که دکتر سویر که شما دادین مرا خود در ضدیت یک دیگه قرار داره. خب اینجاست که اینمی تو پویایی به بار میاد، اینمی تو هر کس پرسشگر میشه، نه که خدای نخواسته در جان دکترها بچسبیم چرا اشتباه میکنه. انسان است این اشتباه رایج است، یعنی اکثرا میشه اشتباه شود. بله چون که شاید حتی دواهایی در خانه فعلا مصرف کنه به دکتر نگوید در خانه چی دواهایی مداره که شما کدام دواها رو برای ما تجویز کنید. همزمان دو نسخه را میخورن، چند دین نسخه میخورن. بله دکتر صاحب میشه بگین که تفاوت دو کتاب در چی هست، دواخانه و ادویه شناسی؟ بله بسیار خوب. کسایی که در بازار هستن اگر این دو کتاب فهرستشان مقایسه بکنن
کاملا مشخص میشه که هر دو کتاب چی است. ولی من خودم عرض کنم که کتاب دواخانه کتاب است مثل دیکشنری و دواها بسیار با ادبیات ساده عامیانه. یعنی من خیلی کوشش کردم که دواخانه عامیانه. بله دواخانه عامیانه است. این مثل دیکشنری، مثل یک فرهنگ لغت، دواها به اساس الفبایی که اسمشان است پشت تا پشت چیده شده و در آخرش حدوداً 200 لغتی که در این کتاب به کار رفته در اوجا ترجمه می شده. یعنی کسایی که اگر بخواید حدوداً چندین صفحه است که به اساس الفبا اونام تنظیم شده. اگر داخل کتاب به یک لغت ما سر میخوریم در آخر کتاب در اوجا او لغت ترجمه شده که این چیز است هدف از او. بعد این کتاب همونطور است که دیکشنری است. ولی کتاب دیگه گروپ بندی شده. وقتی یک کتاب را ما یک دوای را ما میخوایم بفهمیم که از کدام خانواده است اونجا گروپ بندی شده مکمل این دوا جز از این خانواده است، جز از این فامیل است، گروپ بندی شده است دوا. بله. خب دکتر صاحب با صحبت از دواخانه شد که همچنان افراد جامعه وجود داره که دواهای خودسرانه استفاده میکنن، همچنان دواخانه های زیادی داریم که بدون مجوز هستن یا اصلا طبق رشته آمدن فارماسیست شدن و که دوا تجویز میکنن بر افراد. شما چقدر میتونید بگوین که چقدر چالش برانگیز بوده میتونه و همچنان دواهایی که تاریخ تیر شده هستن بعضی ها خاطر از اینکه جنبه تجارتی دارن و میخوان که همون پولی که باید به دست بیارن اونا رو به دست بیارن، یعنی پیش وجدانشان هم صادق نیستن و اینکه خود را واقعا قاضی قرار نمیدن که من واقعا این دوایی که من میفروشم یعنی میتونم بسیار مضر برای افراد تمام شود. و وجود دواخانه های بدون مجوز و همچنان خلاف رشته کار کردن و همچنان اینکه دواهایی که تاریخ تیر شده هسته اینا میفروشن، پیامتان برای این گونه افراد چی هست؟ بله تشکری قابل ذکر است که من خدمتتان عرض کنم. در سطح شهر کابل، در ولایت کابل یا در شهرهای بزرگ ما مثل هرات، مثل مزار شریف، مثل جلال آباد، در این شهرها دواخانه بدون مجوز وجود نداره. یعنی ما میتونم بسیار به ادعا بگویم یک اداره در اخیر ایجاد شده در داخل وزارت سطامه، اداره ملی تنظیم امور دوایی و محصولات صحی. این اداره بسیار فعالیتشان خیلی زیاد خوب است. یعنی دواخانه بدون مجوز امکان نداره که در سطح شهر کابل و ولایت دیگه باشه. در قرى و قصبات در بخش دوردست که در مثلا در ولسوالی های بعضی از ولایات ممکن است که باشه تو. بعد این دواخانه جواز داره. فردی که دوا فروش است، فردی کار میکنه اکثرا در خود شهر کابل هم افراد غیر مسلکی هستند. یعنی یک کسی که فارماسیست است در بدل چند مقدار پول بسیار اندک اسناد خود در دواخانه میده، بعد خودش یک جای دیگه مصروف است. با اساس اسنادی که او میده خودشان کار میکنه، کس دیگه میاد جای کار میکنه یا مالک دواخانه که خلاف رشتهش است و چیز دیگه را خوانده یا اصلا شاید کم سواد و حتی متاسفانه بی سواد هم باشه. این یک مشکل است. یعنی کسی که مالک دواخانه است با کسی که فارماسیست دواخانه است اینا مسئولیتشان بیخی جداست در مقابل قانون. در مقابل قانون کسایی که دواخانه داره اونا اجازه فروختن دوا رو ندارن. بعد فارماسیست باید اونجا به عنوان مسئول فنی دواخانه باید حضور داشته باشه. کسی که عکسش زدگی است در دواخانه باشه دیده باشیم، کسی که تصویرش هست باید اونم فرد خودش باشه. ولی متاسفانه نیست. این را کنترل نتونستن، یعنی کنترل یک ذره مشکل تر بوده برای خود دولت هم. دیگه در ولایت ما مشکلات زیاد داره دواخانه ها. اینمی اداره را که عرض کردم خدمتتان، اداره بسیار فعال زیاد خوب کار میکنه. من شخصا به عنوان کسی که میفهم فعالیت‌های زیاد قابل ستایش است و بسیار سریع هم کار میکنه. دیگه این مردم باید خودشان بفهمن. کسی که تصویرش نیست بگه تو چه کار هستی که دوا رو میفروشی یا می نسخه مرا تو دوا دادی خوب وظیفه تو نیست. بعد این نیست که پرسش به بار میاد. پرسشی جامعه خودش نه که کسی با کسی ما دعوا داشته باشه، با کسی ما جنگ داشته باشه، آگاهی نداشته باشه. اینکه بفهمن که کسی که عکسش باشه باید ما بسیار افراد داریم که شاید از عدم آگاهی بیان کسی که موجود ساده است از اون دوا میگیره. ولی ها مشکلات اینجاست. ولی خود ما باید بپرسیم که این کسی دیگه است عکسش چیت میشه. بله امیدوارم این مشکلات حل شود. سپاسگزار از اینکه حضور پیدا کردین دکتر. سلامت باشین. تشکر. بسیار خوش آمدید. خب بازم سپاس از شما که تا لحظه با ما همراه بودید. این بود برنامه امروز که تقدیم